رعایت این 4 تا قانون قبل از 30 سالگی ثروتمندت میکنه. 1. دنبال استخدام شدن نباش. هیچ آدمی با کار کردن برای بقیه به ثروت نرسیده. وقتی برای بقیه کار میکنی در واقع اونا دارن از وقت و انرژی تو استفاده میکنن و پول رو پول میذارن. از سن کم یه مهارت یاد بگیر تا بتونی یه روزی برای خودت کار کنی و حتی افراد زیادی رو هم استخدام کنی. 2. سخت کار نکن. آدم‌ها با جسمشون به ثروت نمیرسن، آدم‌ها با فکرشون به ثروت میرسن. پس به جای سخت کار کردن، سخت فکر کن. 3. ریسک پذیر باش. جای کشتی تو ساحل امنه، ولی کشتی که برای ساحل ساخته نشده. پس از ساحل امنت بیا بیرون، به سمت آبهای آزاد حرکت کن. آدم‌های ثروتمند آدم‌های ریسک پذیری هستن. 4. از سن کم رو خودت سرمایه گذاری کن. تنها سرمایه گذاری امن آدم‌ها سرمایه گذاری رو خودشونه. پولی که برای کافه و غذا و تفریح و لباس میدی بهت بر نمیگرده، ولی پولی که برای سرمایه گذاری پرداخت میکنی یا برای آموزش دیدن هزاران هزار